خدایا امسال دیگه خیلی دماج مواجه بالا میشه. یه نگاه به اون تقویم بکن. از الغابیس الباسیط الخافیز الرافع المعز المذیل الحکیم الباسی. ایتفاقی میریم تو زردی من از تو، سرخی تو از من، آتیشش رو باید باز بکنیم. بعد ایتفاقی میریم تو یا مقلب القلوب والابصار. در شبش هم که شب قدر از 1000 شب بر تو رو بالاتر. بعد فرداش دوباره میریم ادیدنی. چون ماه رمضان هم هنوز پاورجای ترکیب زولبیا بامیا آب غیر معدنی و فیرینی. شبش دوباره شهادته. فردا دوباره میریم ادیدن. حالا به این مناسبت ها یه دونه سینزباده رو کاوس کنجمین اضافه بکن. نهایت اسهال خونی میمیریم راحت میشم از این زندگی. بقیه روزام که مناسبتی نیست و با روز زن و دختر پرش میکنه دیگه. اینا رو خورده فاصله به دست هم. 12 ماه سال تو یک ماه امپیتری جمعش نکن سلطان. بذار درگیر مناسبت ها باشیم، حواسمون پرت بشه از گرونی دلار و سکو، اجاره خونه و قسط و بدهی. حالا بازی نداره پیشنهاد اسقه باقی نزنی ما رو خوش نکنی. به نظر من که هنوزم میشه تو این جامعه زندگی کرد و موفق هم شد حتی با این قیمت سکو و دلار. چجوری؟ فقط شما هم کافیه کلمه شیشه رو برام کامنت بکنی. چیست زندگی ساشه.